به رنجبران و ستمکشان، به دستهای بتشکنی که از اعماق برخاستند و در آرزوی بهروزی کوخنشینان حکومت کاخها را سرنگون کردند و به امید تداوم این حرکت. فرهنگ ملی وابسته به سازمان زنان ایران. پس از انقلاب مقدس شاهنشاه هر فردی وظیفه داشت در راه به ثمر رسوندن این انقلاب سفید قدم‌های مؤثری بردارد. گروه فرهنگ ملی هم از سال 1342 قدم‌های مؤثرش رو در محلی به نام خزانه برداشت. این محل که واقع است در جنوب شهر دارای 27,000 نفر جمعیت. به شهر ما وقتی ما به این محل رفتیم دیدیم حقیقتاً مشکلات بسیاری در این محل وجود داره. از جمله فقط 2 مدرسه بود و از نظر حمام و نظافت بسیار بسیار عقب مونده بود. همچنین از نظر وضع بیکاری مردم عجیب به چشم میخورد. از هر 10 خانواده 6-7 خانوادهش بیکار بودن. وضع تفریح بچه ها تقریباً 0 بود و معلوم نبود تکلیف این بچه ها چیه. شاهنشاه آریامهر در تهران زندگی می کنند. مخصوصاً همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعاً رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می اومدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن. گفتن که اغلب سگ‌ها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن. و بیمارستان‌های بسیار است که مردم شب و روز در آنجاها کار می کنند کشاورزان نیز در زمستان
ما الان به نتایج بسیار خوبی در این محل رسیدیم و نقشه های خودمون رو الان داریم پیاده میکنیم یکی بعد از دیگری و امیدواریم به قدری زود برسیم به آرزوهای خودمون که به زودی این محل رو ترک کنیم و به یک محل دیگه بریم. زحمت میکشند در روستاها، زحمت. ایران از زمان بسیار قدیم پادشاه داشته است. ایران از زمان بسیار قدیم پادشاه داشته است. پادشاهی از پدر به پسر به ارث میرسد. به پسر بزرگ پادشاه ولیعهد میگویند. پادشاه ما اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی است. پادشاه ما اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی است. ولیعهد ما از موقعی که ما در این محل شروع به تدریس کردیم تعداد داوطلبا خیلی کم بود. دفعه اول که ما در این محل وارد شدیم از ما به توسط سنگ و پوست خربزه استقبال میکرد و در طی این مدت به بسیاری از رنج‌ها و ناراحتی‌ها که ناشی از بیکاری یا کارهایی که مثلا اینا شغل پدراشون یا برادراشون جز چوبکی و نمکی و آب و حوزی نیستش کار میکنن. حتی من یه روزی رفتم در خونه در زدم، یه دختر خانمی اومد بیرون، گفتم که باباتون چی کار است؟ گفتش که من پدر ندارم ولی شوهرم اول دزد بوده فعلا بیکاره. بعدش گفتش که من چجور میتونم با این فکری که دارم بیام درس بخونم. وقتی ما به این محل رفتیم دیدیم وضع خانوادگی مردم ابداً بهش توجه نمیشد. زن و مرد خیلی زود از هم جدا می شدن و معلوم نبود تکلیف این بچه ها چیه. خودم یه پیرمردم، یه زنم دارم که یه بادی داره، وقتی که میگیره به خود اصلا خودشش نمیدونه هیچ. نشستیم یه لقمه نون خالی میخوریم، این باده گرفت و همین چای افتاد این طرف بود، آباد ریخت دست پاش هم میسوزونه. دیروز بردم قبر آقا یه دعا گرفتم براش. امروز باز رفته این دکتر علی آباد بردم مریض خونه. دختر داشتم سه شنبه اون مریض بود، همشون خبر دارم مریض بودن. وضعیت ما امسال خیلی خرابه، باز هر سال بهتر بود. باز کارگری این ور آب و حوزی اون طرف کار میکردم. امسال هم خودم مریض شدم، هم خودم بچم، هم یه بچه دیگه دارم دختر بزرگ، اونم مریض شد. وضعیت من امسال خیلی خرابه. مسئله میگم دو تا لحاف داشتم یکیشو فروختم، اینم وضعیت من لحاف. شوهرم الان 7 ماه بیکاره. من وسایل زندگی درست ندارم. الان 6 ماه کرایم پس افتاده. من مستجم ما 45 تومن کرایه میده. 45 تومن 7 نفرم خوریم. 7 نفر خود یکی نیست که آینده به من فکر کنه. دیگه پول ماشین نداشتم که و بولفاز که کسی نبود ازش بگیرم. زورم به لحافم آوردم تو کملیک 50 تومن که پول لحاف باشه فروختم 20 تومن. آب لوله کشی اصولاً وجود نداشت. بعد از مدت‌ها با سعی زیاد یکی دو چاه زدن و لوله کشی موقتی بدون اینکه آب تصفیه شده باشه کردن و خلاصه مشکلات بسیاری در این شهر با گروه انبوهی که وجود داشتن به چشم می‌خورد. کوره ها هم که معرکه می‌کردن همینطور روی سر این مردم دوده می‌ریخت. به محض یک باران مختصری می آمد تمام این جنوب شهر، این گودها پر می شد از لجن و ماه‌ها برای این مردم بیچاره باقی می ماند.
ما در این مدرسه از ساعت 8 صبح تا 6 و نیم بعد از ظهر کلاس داریم و کلاس هامون هم 1 ساعت و نیم به 1 ساعت و نیم عوض میشه. در مدتی که با این زنها و بچه‌ها بودم به استعداد فوق‌العاده اونها پی بردم و این مسئله خیلی عجیب به نظر میاد، چون اینها فاقد تمام امکانات اولیه زندگی هستن و شاید در شبانه روز 1 وعده غذای درست حسابی هم نمیخورن. نمایندگان مردم در مجلس سنا و مجلس شورای ملی جمع می شوند و کار می کنند من یه نفر کارگر هستم، روزی 8 تومن مزدمه و این 8 تومنم اون را تو زندگی میگذارنم با این. حالا شب معلوم نیست 2 تومن اضافه تر داشته باشم میبرم خونه واسه زن بچه هم نداشته باشم که هیچی، باید برم خونه بگم بخوام. پدری مادری برادر کسی هم نداره، هیچ کس نداره. شب که میخواییم بریم خونه وضعیت ما خرابه. صبح کار میکنیم تا ظهر، یه تیکه نونی بگیریم بریم عمراتمون بگذره، اونم میریم با خونه دل میخوریم. اینم رسم زندگیه. 24 ساعته اینجا گرفتاریم ما. یا پاسبان میاد مزاحممونه یا مأمور برزنه. یه آدم بدبخت بیچاره‌ای که مثل ما کنج خرابه گرفتن نشستن، عوض اینی که بیان یه انفاقی در حق ما بکنن نمیکنن، ظلم میکنن در حق ما. بابا خب ما مسلمونیم، ما هم بشر بودیم، ما هم لباسی تنمون بوده، حالا به این روزگار افتادیم کنج این خرابه گرفتیم نشستیم. یه نفر نیست اقلا بیاد یه دردی از دل ما برداره با 7-8 سر عائله. بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم. صنایع زندگیمون خرابه دیگه، وضع خودمون خراب. بشر وقتی سکنا نداشت مثل اینی که هیچی در زندگی نداره. اجالتا که حالا دادیم تو این خاک ایران اصیلیم بابا. بیکاریم. روزی چند تا از این پاکت ها باز میکنید؟ ما روز 500 تا. دونه چقدر میگیری؟ دونه 1 تا. چند وقته که مشغول این کار هستی؟ خیلی. سوادم داری؟ نه. هیچی؟ این پاکت ها رو چیکار میکنی؟ میفروشیم دیگه. به کی میفروشی؟ بازار. این پاکت ها برای چه کاری مصرف میشه؟ ها؟ این پاکت ها برای چه کاری مصرف میشه؟ بقالا. از این بقالا مصرف میشه. زباله این شهر منظم برداشته نمیشد، به طوری که توده های زیاد زباله در هر گوشه و کنار به چشم میخورد. قدرتی خدا کار ما به جای کشیده شده که مثل حیوانه باید توی زباله ها عمراتمون رو بگذاریم، خرجمون رو پیدا بکنیم. 40 سال زحمت میکشیم هیچی نداریم. الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این وضع ماست دیگه. بعد اینی که این همه زحمت ها میکشیم این کف دستمونه ببرمیم. همین دیگه، سرگذشت ما همینه دیگه. باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. از افق صبحم سپیده دمید، آسمان همچون نقره گشت سفید. این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاشون که 2 ساله کچلی گرفتن، صبح تا شبم که بچه‌هاش هم تو ولون سلونن. کسی نیست اینا پرستاری کنه. مادرش میره کارخونه شیشه، روزی 25 غروب میگیره. روزا اینا هیچ پرستاری ندارن. فقط ما مادر هستیم که یه وقت از اینجا نره، یه وقتی جایی بیاشون. این بچه‌ام که خودتون که می‌بینید که اینطوری مریض حال افتاده، کسی هم نیست اینو بیمارستان ببره. کسی نیست، نداره، نمیتونه. اگر یه روز تعطیل کنن نون نداره شب بخورن. پدر دو تایشون روزی 9 تومن میگیرن، زنش و شوهرش عملم که میکنن 3 تومن شبی 3-4 تومن پول عملشه.
روزام که نون خوش میخورن. و حالا که مشکلات رو گفتیم بایستی بگیم که واقعا ما رسیدیم به نتایج کار خودمون ولی نه به طور کامل. والا اینا خون فروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15-20 تومن هم گیرشون میاد، 5 تومنشو میدن به دلال خون، با بقیه‌اش هم 10-12 روز سر میکنن تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن. ما الان به نتایج بسیار خوبی در این محل رسیدیم و نقشه های خودمون رو الان داریم پیاده میکنیم یکی بعد از دیگری و امیدواریم به قدری زود برسیم به آرزوهای خودمون که به زودی این محل رو ترک کنیم و به یک محل دیگه بریم. اما از همین جا من دعوت میکنم خواهران من بیایید با ما همکاری کنید، ما هم خواهران خودمون رو ببریم به هدفی که داریم برسونیم و برای باسواد شدن هرچه زودترشون، برای پیشرفت هرچه بهترشون، برای وضع اقتصاد خانواده هاشون کمک و همراهی بده. تصور میکنید خوب بود؟ بله. تهران پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران است.